بندر عباس در جزیره لامو کشور کنیا قاره آفریقا. داستان خیلی جالبی شد. اسمی امارت بندر عباسه، چون یه تاجر یا صیاد یا ماهیگیری که اهل بندر بودن هندن جزیره لامو با یک زن لامویایی که از قوم و قبیله سهیلی بودن در کشور یمن بودن ازدواج کن، ولی خب ساکن همینجا بودن. اینجا سکونت کنن، بچه دار بن، خانواده دار بن. جزئی امارتون دیگه هم هستن که تو ویدیون دیگه هم خدمت تو. و به احترام بندر یاد قدیم اسمی پیازه بندر عباس. درب خیلی قشنگیش هستن، درب کیریش هستن، کندکاری قشنگین که مال زمان قوم سهیلین. و به احترام این شخص یا این خونه یا این امارت البته سه طبقه ها. اسم این کوچه هم در دراز مدت تبدیل او به کوچه بندر عباس. خیلی گزینه جالبی و اگر نشونه هادن خیلی امارت گپی عظیمین. تبار این شخص الان نوادگانش در کشور آمریکا زندگی کردن. به قول مستخدمش و یک سفید پوستن که در آمریکا زندگی کن. ممنونم این ویدیو به تمام بندریو بفرستی. روز خیلی خوبی تو باشه.